سلام علیکم دوستان گرامی. دوستان نرخ نوای انا سیم بلوکو را خواستیم بفهمین. حاضر نرخ نوای سیم بلوکو در ناحیه واسه در درآمدگاه ناحیه واسه یک سیخی کلان سیم بلوک براری و غیر از سیم بلوک بوجا چیه که تو سیم بلوک های اوما خما سیمنت و سیم بلوک اوما سیخی کلان های نسبت دیگر جو بفکرم که نرخشانیم ارزان تر دسترس تر نسبت هم بقواتی و صفت. خب حاضر نرخ نواشای برادر آن میپرسیم و پیشکش شما میگردونیم. شما اگر دشوار نباشه پیش از نوار رو تماشا کردن به خاطر پهن گشتن نوار اگر دشوار نباشه لایک گذارید. خب باقی سربلند خانواده باشید، تماشای با فراغت باشید. کمی چند ای نرخوش؟ نرخوش دو سامان 60 چی میکنه؟ دو سامان 60 درهم با بورکنش ها 20 بچی بورکدنش 20 بچی لای. خب این همین سیم بلوکو مقصد در ناحیه نزدیکی ناحیه واسه درآمدگاه ناحیه واسه رزمیرش 20 و 40. این ایده سیخ برادرها مهنت کردیستن با 15 و 40 داریم. 15 و 40 اوجا های؟ او پرده. خب این ای سیم بلوکوی که خوزی با شما پیشکش میگردونیم 15 و 40 چند بود؟ ده پرده تا 40 تا 15 بود. نه 20 و 40 های؟ اوی با 20 و 40. این ایش 20 و 40 دسته. این ایجا 20 و 40. این ایجا دوستان بحری ما و شما زحمت کشیدیستن بحری آبادی خونه های ما و شما. انایش چند؟ 15 با 40. این 40 توغری هایو که نمون 15 با 38 نمی چند همو باشه 40 کاروچی 15 با 40. این نرخ چند میسه؟ ایرا نرخ دستمو 20 بور کمیتم. تو بور کردن شد دستمو 20 درهم. برای بودن یا که راهش هم ببینیم یا خیلی هی ساعته میگه بورد بارم یا که شروبات بارم یا که نهیشی بارم میگه سرچنا بارم راهش بود راکیوز کردیم با حساب میکنیم. خیلی دوستان برای معلومات بیشتر میتونین که در همین رقم های اکر در بالا اکران گذاشتگی میتونین نامبر میکنیم چند ای رقم ها 985 86 45 80. این همین رقم ها در میتونه زنگ زنین کدام رزمیر مقصد برای شما پسنده و نرخ نوشه میتونه که از اکمون با معلومات پرتر بگیرین. خب قرار دارد این سیخ در نزدیکی درآمدگاهی ناحیه واسه دهه واسه آباد ها نزدیکی واسه. خب سربلند خانه آباد باشین.